دختری قند نامی خدا من این رقم وقت و تغییر باید نخواسته بودم و بیشتو گناهکار است مرا ببخش اگر میتونی دخترها بیا که بریم. خداحافظ زهره جان. سلام پر از مهر و محبت نیسارتون بینندگان همیشگی تلویزیون سفینه. ما گروه ایجادی گاه از تئاتر میگوییم و بعضا از فیلم ها برایتان قصه میکنیم که هر یک آن قهرمانی خاصی خود را دارد. قهرمان نوبتی برنامه نقش باشد یک جوان دختری صاحب هنر با استعداد چهره سینمای تاجیک از فیلم آخرین سعید صیاد سارا سعید کمال‌الدینова است. شما را به برنامه خوش آمدید میگوییم. روز و روزگارتان پر از شادی باشد. سلامت باشین. مینه‌دار از آن هستم که ما رو به برنامه خود دعوت نمودید. تا جایی میدونیم در این فیلم اولین نقش شما همچون یک افغان دختر روی سینمای تاجیک پدید آمد و این راه یعنی برایتان بازگشت و توانستید در دیگر فیلم ها از جانب کارگردان ها در نقش های گوناگون انتخاب شدید. نخست قدم ها چی مشکلی ها داشت و این ابرز تا کجا برایتان پسند بود؟ این یکی از فیلمی بود که من باری اول در آن اشتراک کردم، نقش آفریدم و اون وقت من در کورس یکم تحصیل میکردم. انا از تلویزیون سینما آدما اومدن کاستینگ گذاروندن و من انتخاب شدم. بعدا به من گفتن که این نقش اساسی است و برای من این بسیار مهم بود در زندگیم، چون نه به جدای صنعت و به جدای کینو قدم نهادم که در کینو گذاشتم و باز در نقش اساسی. وقتی که به میدان ثبت وارد شدم اونجا من باری اول است با همین خیل محیط کینو و نواربرداری قدم میمونم. اونجا هم اکتورهای مشهور تجربه دار و یک من در میانشان بسیار در هیجان بودم. بسیار برایم مشکل بود اما کوشش میکردم که از اودای نقش برایم ابراز برایم بسیار معقول بود. میدونی یک دختری از یک جهت گیرم بسیار با صبر و طاقت است، قوی اراده است، با طاقت است و از یک طرف بسیار دختری بیچاره که حق سخن گفتن هم ندارد. وی را گوش نمیکردن. سارا شما گفتید طریق کاستینگ انتخاب شد، پس چند نفر اشتراک چی بود؟ راستی گپ خیلی زیاد بودن اما تقدیر در من افتاد. پیش از آفریدن این نقش تمرین میکردید و بیشتر که ها برایتان کمک میرساندن؟ بله میکردم با استاد سبحان جلیلوف تمرین های جنگ میکردم. تمرین هایی که چخیل من در دریا غرق میشم اونجا میبرم و امون صیاد مرا کمک میکند و یاری میتید. در تئاتر جوانان بود ما تیاری میدیدیم. تقریبا یک ماه بود ما تمرین میکردیم. محض تمرین ها هست که نمایشنامه ها یا اینکه فیلم ها دیدنی میشود. چخیلی که مثلا صحنه تئاتر همیشه سر تماشابین است و همین نمایشنامه ها فیلم ها میتواند به قلب بیننده راه یابد. همینطور نه؟ درست. برای نجات پدر در این فیلم زهرا به قسمت تن میدهد و حیات تلخ و پر از معماهای زندگیش شروع میگردد. همینطور نه؟ درست قید کردید. اما لازم من در بیرون گویا در بیرون من آواز غلاغوله را میشنوم و از تیرزه میبینم. درست. از تیرزه میبینم که پدرم رو لط و کوب کرده ایستادن و به نجات پدرم میدوم. گریه کنون نرسید پدری من رو نرسید گفته اموندم مرا همین پیرمرد مرا دیده عاشق میشود. بخیر جای نه
فریاد خوب نه نه وامی خدا برمیگردم برای ما وقت بوده وقت دیگه تر شد شعر کدیم شعر اعلان سر بوسیشو نزنین پدر من کجاشو شعر بده بوسیشو نزنین پدر من چی کردن با شما چرا میزنین فریاد خدا شما مسلمان هستین چاپ بوسیشو نزنین پدر من نزنین پدر من لطفا تو با کاری مردم دخالت میکنی پدر جان اگر که این دخترک در خاندان ما باشه حالش خوبتر میشه از اون که اینجا است و همین چیزا باعث میشه و خطا صادر میشه و خطا تا جایی میرسه که این دخترک ببینین خودش اصلا کشتن میخواد یعنی باید وقتی که خودش آب دم پرتای نمیدونست که میره اما این قهرمانی ما خیلی سختگیر است و با مثلا یافتن چند دلیل حتی سرحد عبور میکنه میای این طرف و میاد و گرفته بردنی میشه اما در مسیر این گپی که گفتیم چقدر جنایت ها چقدر ناآدمی ها و ناانسانی ها شروع میزنن یا حتی یادی اون بچه که میده که چشمش میبینه که پدرش کسی کشته بود و این قاتل همین است یعنی آدمی هست که پول و دارایی همه چیز از معیار پول و دارایی و هستی من از نگاه من حل و فصل میکنه و گرفتار میشه دختری جوان است و اخلاق فکر نمیکنه خیال میکنه که مثل مادام که من پول دارم شاید از همینجا باشه که نگاهش عاشقانه میشه و خودش در حق خودش حقدار حساب میکنه که مثل همین گونه یک پیرمرد که سن سالش به جای رسیده است عاشقانه بازم نگاه کنه از فرصتی مناسب استفاده میبرد و مرا از پدرم خرید میکند پدرم دیگر که شانس ندارد راضی میشود سبب لطوکوب در چی بود؟ سبب لطوکوبش در آن بود که سنگ جنگ‌کنی میشود و پدرم یکی از نامداران همان دهه و وقتی سنگ جنگ‌کنی میشود و پدرم بای میدهد از همان آدمی که پول دارد ثروتمندتر است و دیگر همه چیز و چاره‌اش میفروشد اما قرض هنوزم پرداخت کرده نمیشد. استعدادی که هنگام بیهوشی ثبت شده است به نهایت دقت جلب کننده است. نه هر کس میتواند که حالت بیهوشی را خوب نشان دهد. وقتی که من دریابا میغلطم بسیار خنک بود. ماه نوامبر به دکامبر بود. آخری ماه نوامبر به دکامبر بود. هوا به نهایت خنک. آن خانه را نو ساختگیان. قطعا میلرزید. اما کوشش میکردم که همین چشما نپوشیدم و چشم نلرزد. بسیار کوشش میکردم اما آزوده‌اش برآمدم. خیلی خرسندم. فیاض جان، ما او را بیمارخانه برده نمیتوانیم. دخترک باید دم گیرد، خواب رود. تا جای ما راهی ماشین نیست. یا باید به هوش آید یا با چرخبال ببریم. با اسب برده نمی شود. نقشی من اونقدر نقشی بزرگم نبود. نقشی تا جای لحظوی بود، به قبل ایجاد اپیزود بود و اما چیزایی داشت که خاطرمان بود. هرچند این نقشی من در فیلم دویمی محمد ربی که با هم کار میکردیم. نقشی من مردی است که بیشتر با طبیعت سر و کار دارد، با علف و این چیزهایی که من خودم در حیاتم دوست می‌دارم. اگر باور نکنید خانم پوری از علف‌های کوه هست و علف‌های دشت‌های تاجیکستان است و به همین جهت این نقش باز میگم نه بس به ارزشش در دل من جا گرفت و دوستش داشتم این نقشه. برایتان منظره‌های انتخاب گشته تا کجا پسند بود؟ اصلا خود فیلم در کدام منطقه‌های کشور ثبت گشته است؟ فیلم در شهر دوشنبه به نوار گرفته شد، در عینی و در بشه پلنگان بود. هر یک محیطش، هر یک لوکاسیی که برای فیلم انتخاب کردن به نهایت زیبا و وقتی وای با چشم میبینی وای دیگر چی هست. چیزی اساسی که در دل من تا آخر خواهد ماند این اون موضعی که فیلم در اونجا نوارگیری شد. بشه پلنگان من در حیاتم بار اول بودم توسط همین فیلم و من دیدم چه نعمت
کشور ما نعمت را داراست که باید اون چون گوهرک چشم عزیز دارد. من دیدم چی بایگری در ناحیه جلیکول محفوظ است و راحت بود. من دیدم درخت‌های غیر عادی که در دیگر جا من ندیدم، طبیعتی که در دیگر جا ندیدم. حتی خاکش وقتی که آفتاب برآمد چشم آدم می‌برد، چون مثل زر بود و یک چیزای بزرد ماننده که جلا میداد و خیلی زیاد بود و این برای من غیر عادی بود. همین چیز در خاطر من تا ابد خواهد ماند توسط همین فیلم بود. و بعداً اون گروه هنرمندانی که در این فیلم جمع شده بودن، با بعضی هاش من بار اول در نوار بودم، اینم خاطرمان بود و هنرمندان خوب بودن و عموما اون روزها اون هوای مثلا سردی که بود، بعضا سرد میشد و بعضا باران میبارید و بعد در اون طبیعت خیلی زیبا که نوار برداری میکردیم، باز میگم که ناوابسته به ارزش کار، به سختی یا خوبی کار، خاطرمان بود که این از خاطری من باور دارم از خاطر دیگر هم نباید این چیز دور شود. محیط واقعا هم ایجادی بود، دو کشاکش، خنکی، خونو خوردن، گرم خوردن، همه چیز. خلاصه این نقش خیلی نقش خوب بود، یعنی بگیم استخوانبندی اساسی تمام فیلم بالای کتف همین نقش که اسمش هم نمیدونم خب یادم رفت و عجیب بود. زمان کار، زمان دم گرفتن ها در بیشه پلنگان، من هیچ حاضرم مثلا خواب میرم، برای خواب رفتن آدم خودش یگان چقدر اندرمان میکنه و من چشمامو میپوشم و بیشه را تماشا میکنم. درختایی که از تیر ماه برآمدگن و یعنی وجود دارن در زمستان، درختای خشک اما پور، جنگل، واقعا هم خیلی زیبا بود. برای بسیار مکانی که برای ثبت خانه زهرا یعنی پری انتخاب شده بود، این عینی بود و آنجا برای بسیار معقول شد. ده به نهایت زیبا، مردمانش به نهایت مهمان دوست بودن، مهربان بودن، هوای تازه داشت. من در کجاستم؟ نترس. آرام باش. تو در جای بی خطری هستی. من به تو ضرری نمیرسونم. آرام باش. همین که سری پا خستی من تو رو به خونتان میبرم. یگان جای درد میکند. من تو رو از آب برآوردم. آرام باش. آب بیارم. آب بنوشی. من حاضر. آرام باش. در حقیقت برای یک جوان دختر آفریدن این نقش بسیار مشکل بود، اما سارا توانست که این مسئولیت را به دوش خود گیرد و مهارتش را نشان دهد. دیگران اطراف هنرش چی میگفته باشند؟ هر کجایی که نام سارا میبره من یک کمک در چهرم تبسم و مهرم زیاد میشه. چرا؟ راستی نامی از همه دوست داشته ترینی زندگیم است سارا. چرا؟ بیبیم از طرف مادریم سارا نام داشت، بیبی خانم گلچهره خانم ما از طرف پدریش سارا نام داشت و ما به خاطر این نام دختر نازنین ما سارا نام کردیم و این سارا مثل دختر من است و برام از هر طرف
این نام و این شخصیت عجیب و نجیب و نزدیک است. هم به حیث یک بازیگری که در کنار ما بود، هم به حیث یک انسانی که دوی میبینم بجز مهر هیچی نداره، بجز مهر هیچی نداره. آفرینش. و حتی من یادم میاد که آمده بود برای که کورسی مده بخونه، امتحان هم سپاریده بود، گذشته بود. مهم که عاقبت در هنر ما خودش نمیدونست که چقدر چهرهش و هستیش کینا به این چهره و به هستیش نیاز داره. و وقتی آخر میبینم که اینجا اونجا وا میخوریم در فیلم ها و من با امیدم که نقشای خوب بازی میکنه، چرا چهره خیلی زیبای نازنینی داره. هر دو نفره که جمع من فیلم دیدم اینقدر میزیبیدن در این نقش و اینقدر موافق بودند و هر دم راستی که بد بازی نکردند. از اون فیلمنامه و از سوژه اون که از حسن فضایی که بود و بازیشون مثلا در دل من نشست، اجرای اونها به من پسند آمد، در دل من نشست. در آینده زحمت کنن، مهنت کنن، اگر از این نقش‌های بیشتر و خوبتر موفق گردن، ستاره‌های نمایان نه اینکه در کشور خودمون بلکه در جهان سینما باشند. هرچند صیاد میخواهد با شما صحبت اوضاع داشته باشد، اما همانا سکوت و بی جوابید. سبب در چیست؟ بله، دختر بسیار خاموش است و این خیلی مؤلف سیناری نویس خودش خواسته است که همین دختر همین خیلی باشد و با فکر خودم وقتی که من همین سیناری را خوندم وای دخترک خودش آرام طبیعت و وقتی در خانه بیگانه می شود اکنون وای خودش خیلی شرم می دارد. بله، اما برایش صیادم پسند میاد و گرچند صیادم پسند آید وای با شرم است. در یک لحظه فیلم صیاد میپرسد که چی سبب شده است که تو هم خیلی غمگینی، وای فقط سر می جنباند. بله. این طرف اون طرف نگاه میکند. برایش بسیار مشکل است همون درد به سخنها بیان کردن. هوای تازه بر اومدی. رفت سری دسترخوان شین، حاضر همراه خوراک میخوریم. گیر خوراکی گرم خور گیر. شما هنگام تنهایی در دل ترس و هراس دارید، اما برای عوض این همه باز تلاش میکنید که قوی باشید. وقتی که صیاد به شکار میبراید با زهره چه واقعه رخ میدهد؟ هنگامی که صیاد از خانه میبراید صدای به گوشش میرسد و از تیرزده نگاه میکند که همون پیرمرد کوفته وای دختر رو مییابد، اما خانه صیاد رو مییابد. لباس عروسیش رو میبینه و زر و زیورهای دختر رو از راه یافته در جنگل یافته، انا از پای امونا شده مییابد دختر رو و وقتی که دختر از تیرزه نگاه میکند که پیرمرد نزدیک میشد، از تیرزه پریده میگریزد. او بچه، خانمی من کجاست؟ باری دیگه به تو میگم کجاست خانمی من؟ من از کجا دانم؟ اینه دستبند، اونا و کالا، کلش از خانمی من میباشد. به تو 1 ساعت وقت، بریم پیدایش کن. یادتون نره که آدم هر چقدر زیاد دوست بداره، زیاد اعتقاد کنه، همونقدر بیرحم میشه.
ببینین در ذهن این پیرمرد میگه که من تو را انتخاب کردم، میخواستم خوب باشی، میخواستم ملکه ما باشی، چرا رعایت نکردی؟ و باز یک چیز دیگه است که گریختنش و از سرحد گذشتنش و بعد احساس آن که این توانسته است و اینجا دیل بنده به یک جایی که برای این خیال میکنه بیگانه است دیل بنده سختش میرسه. برای این سیلی از دل و جان است. بخه خودت مردن نفرتا، اگه مردی مردت میکشون به او ساحل. این کارهای زدن و بعضی چیزهای مثل تریک حساب میشه. این اگر در یک بار گرفتی میگیری، نگیری دیگه نمیشه. با فکرم من یاد ندارم که ما 2 بار گرفته باشیم، یک بار با یک بار گرفتیم. خاطره های این فیلم را میبره به زمانی که من نو جراحی شده بودم و بچه ها آمدن و سیناری را فیلم ما را دستم دادن، خواندم و من گفتم نه من نمیخوام کردم. گفتن چرا؟ من گفتم آخه کمک مزم نیست. من دیدم که خیلی حساس است این قهرمان، میدوه میپره میزنه شب شب پران و من گفتم این کارا رو من کردن نمیتونم، ممکن نیست برای سلامتی. بعد بچه ها من خیال کردم که باید قانع کردم و من تین چیدم، گفتم خیریت گفت من گرفتن. اما چند روز گذشته با دوباره با آمدن و مامربی اصرار کرد. خب بچه ها گفتن که ما یک کاری میکنیم که همین چیزها را خوب گذرانیم، یعنی ما شما را احتیاط میکنیم. و دیدم که ناز و نازم گذشت و گفتن احتیاط میکنیم. برای همین هم من گفتم خب باشه، اگر شما ببینین، شما صاحبای فیلم اگر بگین کمبودی نمیشه از آن که ما کمک احوالم خوب نیست، اینا راضی شدن. بعد من هم راضی شدم. اما بسیار خاطره های نیک دارم از فیلم، از قبیل آن که یعنی ببینید من آغاز کردم چرا؟ گفتم که کمک بیمار بودم و این فیلم مرا تبابت کرد. سارا در انتهای برنامه و بیننده تلویزیونی سفینه چه گفتنی ها دارید؟ برای بینندگان تنصیحاتی، خانه‌آبادی و گفتنی هم که هر چیز آرزو و عملی که دارن کوشش نمایند و حتما به مقصد و مرامشان میرسن. بگذار تئاتر و سینما دائم و پر از تماشابین باشد و مثل امروزه که فضای یک ادانه دارد، زیرا برای ما هنرمندان این خوشحالی میبخشد. به شما نیز تنصیحاتی و سربلندی خواهانیم. تشکر برای اشتراک در برنامه. همین مبارزه است که ما زندگی زیبا را صاحب میگردیم و با قوای بدی نیکی را میتوانیم عوض کنیم و همیشه خود را خوشبخت و خوشحال احساس نماییم. ماهیت فیلم هم برای تماشابین همین را یادرس میکند که در همه حالت ما صبور و نیکبین و قوی اراده باشیم. به امثال قهرمان نوبتی برنامه نقش سارا سعید کمالی دینوا. برنامه نقش اینجا انجام می‌یابد. روزگاری نکن نصیبتان خیر عزیزان.